سلام، وقتتون بخیر. امروز 13 آذر ماه برابر با 4 دسامبر بریم با هم دیگه وضعیت بیت کوین رو ببینیم. خب اول هفته تحلیلی که داشتیم انتظار داشتیم که قیمت ریزشی باشه، یعنی حالا محدود پایینتر ببینیم، ولی اینطوری نبود. هم به خاطر تقاضای قبلی که کوتاه مدتی‌ها تو محدود 85000 تا انجام داده بودن قیمت حمایت شد، و هم این که دیتاهای اقتصادی خیلی خوب اومد، یعنی بهتر از انتظار اومد و سناریوی کاهش نرخ بهره رو تقویت کرد. اول هفته نزدیک به 85% احتمال کاهش نرخ بهره بر جلسه هفته بعد یعنی 10 دسامبر در نظر گرفته بودن، ولی چون آمار انقدر خوب اومد الان نزدیک به 90% کاهش نرخ بهره رو برای جلسه دسامبر در نظر گرفتن. خب حالا بریم از نظر تکنیکالی وضعیتش رو بررسی کنیم بیت کوین رو. اول از همه از ماهانه شروع می‌کنیم. ماهانه حالا فعلا آنچنان دیتای خاصی بهمون نمیده، ولی احتمالاً شب ماه رو شاید مثلا دوباره بیام پایین‌تر ببینیم محدود 8000 تا، یعنی قراردادهای این جمعه هفته بعد دارم میبینم که همین برای محدود 8000 تا قرارداد خریدن. حالا همه چی بستگی به جلسه 10 دسامبر داره. اگه خیلی داویش صحبت کنه احتمالاً دیگه شاید شده ما همین محدود 83000 تا باشه، یعنی این شده ما نبینیم، یعنی شده ما یعنی کامل اومده تاچ شده بریم برای سقف‌های جدید، یعنی سقف بالاتر، یعنی ممکن مثلا به 120000 تا شاید برسیم. حالا همه چی بستگی جلسه 10 دسامبر داره و آمار پی سی که هفته بعد این فردا میاد و دیتای اقتصادی که هفته بعد داریم. اینا در نظر بگیرید. یکی از ریسکایی که میتونیم برای بیت کوین در نظر بگیریم از نظر تکنیکالی این که بیت کوین نزدیک به 3 ساله، یعنی از حالا 22 دسامبر در نظر بگیریم الان نزدیک به 3 سال اصلاح نکرد، حتی 50% هم اصلاح نکرد، روند قوی بوده. اگه مثلا اصلاحش رو در نظر بگیریم الان نزدیک به مثلا محدوده 70000 تا میشه، 50% این موج سودی که داشتیم تو این 3 سال، یعنی هنوز بیت کوین اصلاح نکرده. اینا نظر بگیریم که قیمت در واقع هزینه‌ای که برای ماینرها برای استخراج بیت کوین انجام میدن خیلی بیشتر شده و فکر می‌کنم میانگینه مثلا سر به سرش محدود 70000 تا باشه، یعنی پایین‌تر از 70000 تا باشه احتمالاً تسلیم بشن، یه فشار فروشی بیشتری از سمت ماینرها شاهد باشیم، چون ماینر جوان همیشه فروشنده است، ولی اگه قیمت پایین‌تر از 70000 تا بیاد میگه براشون نمیصرفه، یعنی نمیصرفه که نمیشه میشه گفت که برای جبران هزینه هاشون و پوشش هزینه هاشون مجبورن که عرضه زیاد داشته باشن تا بتونن هزینه هاشون رو مثلا یه جوری بتونن تامین کنن، بتونن مثلا این تامین مالی داشته باشن. حالا بستگی بالا وضعیت خودشون داره، ولی محدود 70000 تا محدود خیلی مهمیه. خب هفتگی با هم دیگه ببینیم. هفتگی های موج نزولی که داشته انتظار داریم حالا تا 50%ش بیاد، تا نقدینگی مثلا 97000 تا بیاد. میگیم فعلا این هفته خوب بوده، یه تقاضای خیلی قوی هم شده. وضعیت ETF هایی که هفته ماه قبل افتضاح بود، اصلا خوب نبود، حالا الان نزدیک به 2 روز، حالا اول ماه فعلا خوب بوده. روزانه رو با هم ببینیم. روزانه و بعد از این موج ریزشی که داشتیم قیمت هم محدود 85000 تا یه حمایت خیلی خوب شد و رفت بالا. برای امروز انتظار داریم که قیمت بیاد مثلا تا محدوده جایی در نظر بگیریم، انتظار ریزش میتونیم داشته باشیم، من اینکه قیمت بیاد تا محدوده 96 تا 98 و 150 تا این محدوده بیاد. اون موقع میتونیم مثلا دوباره سناریوی شورت ما، پوزیشن شورت ما پررنگ‌تر میشه، یعنی احتمالاً که شورت بگیریم بیشتر میشه. یعنی اگر نقدینگی پایین رو نداره محدود 90000 تا رو احتمالاً میره برای بالاتر نقدینگی اینجا رو بعد و شروع کنه به یک اصلاح یا ریزش. حالا باید ببینیم وضعیت به چه صورت میخواد پیش بره، ولی اینم به نظر داشته باشین که این رشد و شاخص نوسان زمین اصلا تایید نمیکنه، یعنی احتمالاً شاید این رشد فیک باشه. حالا ببینید در ادامه وضعیت چجوری میشه، ولی این رشد احتمالاً فیک، چون شاخص نوسان زمینی اصلا تاییدش نمیکنه. درسته حجم خوبی خوردیم، احتمالاً شاید اصلاحی بکنه، چون این موج سودی در نظر بگیریم، اصلاحی باید بکنیم موج سودی مثلا این در نظر بگیریم تا محدوده 89000 تا اصلاح بکنه. حالا قرارداد آپشنتون نشون میدن مکسیممشون هولوش 89000 تاست، مثلا برای محدود 88000 تا هم قرارداد خریدن، اینو در نظر داشته باشیم. ولی برای امروز
سناریو شورتمون میتونه این مقدار پررنگ‌تر باشه، یه نقدینگی پایین‌تر محدود مثلا 91,000 تا 90,954. یعنی اینجا رو بعد یک بار شروع کنه بالاتر که نقدینگی اینجا بعد حالا ببینیم ریاکشنش اینجا چجوریه، چه کندل رو میخواد بسته بشه. ولی کماکان یعنی برای یعنی این رشدی که مثلا این دو سه روز اخیر داشتیم احتمالاً فیک، چون شاخص نوسان زمین تایید نمیده. همه چی البته بستگی به جلسه 10 دسامبر فدرال داره. خب می‌بینید که ما ظرف روند داریم می‌بینیم از این موج سودی داشتیم، می‌بینید که الان مقدار شیبش کمتر شده و کندل هم کندل دوجی طوره. احتمال اینکه شد بگیریم پوزیشنمون بیشتر، یعنی احتمالاً ما پوزیشن شورت بگیریم مثلا یه استاپ نزدیک به 86% میشه و یه تیپی مثلا حالا مثلا 1/3 یا میتونه 1/4. یعنی مثلا تا اینجا در نظر بگیریم یه تیپی مثلا 1/5 میتونه، یعنی مثلا توی نقدینگی اینجا هم بردار، این نقدینگی اینجا هستش که روی این اوردرلاک بردار کرده که فکر نکنه معتبر باشه، ولی شاید رو نقدینگی اینجا برگردی رو این اوردرلاک. ولی الان با توجه به این ریزشی که داشتیم احتمال پوزیشن شورتمون احتمالش بیشتر. خب وضعیت یک ستاپ هم می‌بینید که قیمت داره میره پچ میره مثلا صفحه بالاتر، مثلا به صفحه جدید میزنه توی مثلا تایم 4 ساعته مثلا روز قبلش، می‌بینید که حجمش کمتر شده، پس احتمال اصلاح بیشتر. مگر اینکه مثلا این دفعه یه خبری بیاد نیو تایم نیویورک بشه مثلا به تایم 96 تا 98 بره، ولی کماکان سناریو نزول من پررنگ‌تر. وضعیت یک ستاپ می‌بینید که داخل رنجیه و حجمش خیلی داره کمتر میشه. اگر به این محدودا رسید نقدینگیشو برداشت و حجم زیاد شد احتمالاً میتونیم پوزیشن لانگ بگیریم تا محدود 96 تا 98. وضعیت 15 دقیقه با هم دیگه ببینیم که داخل یک رنجیه، فعلا کماکان داخل رنجیه تا تکلیفش رو مشخص کنیم توی محدود پایین ترین ریاکشنش چجوریه. خب این از بخش تکنیکال میریم سراغ بخش اقتصادی کلان. خب بریم از اول هفته که دوشنبه شروع شد آمار اقتصادی با هم دیگه ببینیم که برای مؤسسه ISM که بخش کارخونه‌ای منتشر کرد، بخش تولید منتشر کرد، نسبت ماه قبلش این مقدار کمتر از انتظارات اومد و برای بخش اشتغال خیلی یعنی 3 بار کمتر اومد. این احتمال شاید سناریوی کاهش نرخ مبلغ یه مقدار تقویت بکنه. برای سفارش جدید هم باز کمتر از انتظار اومد. شاخص قیمت هم یه مقدار اندازه 3 بیشتر از انتظار اومدش. حالا بریم با هم جزئیاتش با هم بررسی کنیم. جزئیاتشو خب بخش تولید سفارش می‌بینید که باز مقدار کمتر شده، اشتغال هم همینطور و همچنین قیمت هم کمتر شده بود. سفارش جدید هم یه مقدار بیشتر شده به خاطر اینکه حالا چون این بخش به کاهش نرخ بهره خیلی حساسه و یه باید نزدیک 25 باید کاهش نرخ بهره انجام دادن تو جلسه سپتامبر، همچنین اکتبر می‌بینید که یه مقدار وضعیت سفارششون بهتر شد. کلی در نظر بگیریم می‌بینید که الان نزدیک به 8 ماه هستش که زیر سطح کلیدی 50 و باید یعنی هر طور شده میخوان بخش رو سعی کنن از این کندی در بیاد بخش تولید و بره به سمت پویایی و به سمت اینکه چرخشون بچرخه، چرخ تولیدشون بچرخه. شاخص دیگه هم میگه چک بکنیم. شاخص سفارش جدید که می‌بینید که نزدیک به از فوریه سطحش از سطح کلیدی 50 من پایین‌تر، ولی الان بازم همچنان پایین‌تره، ولی شاخص اشتغالش هم همینطور. الان بخش تولید از فوریه زیاد اوضاعش جالب نیست. وضعیت اشتغالش رو می‌بینید که زیاد جالب نیست، یعنی اکتبر مقدار خوب شد ولی دوباره باز کمتر شد و این بازارکارشون کامل داره سرد میشه از این سایت بخش تولید. از بخش همچنین قیمت ها می‌بینید که الان نزدیک به 2 ماه فکر قیمت ها کمتر شده. بخش قیمت ها می‌بینید که باز شیب نزولی گرفته، نزدیک به 3 ماه شیب نزولی گرفته. این میتونه خوب باشه برای ما و اینکه به تورم
آنچنان فعلا تاثیر نداشته و میتونیم این، یعنی چون فدرال به این بخش هم توجه میکنه میتونم ببینم که ریسکی فعلا از سمت تورین هم فعلا تهدید نمیکنه تورم. من اینجا اشتباه گفتم که شاخص سفارش‌های صادراتیش یه مقدار بهتر شده. و سراغ بخش بعدی که سه‌شنبه آمار منتشر شد، سه‌شنبه بود، نه چهارشنبه بود که آمار ADP منتشر شد. می‌بینید که خیلی بدتر از انتظارات اومد. قبلی 47 بود، شاخص ADP شده هفتگی در اینجا منتشر میکنه. انتظارشون 15000 تا شغل که ایجاد بشه، ولی منفی 22000 تا اومد. از اینجا که نگاه بکنیم می‌بینید که حالا بخش ساخت و سازشون خوب نبوده، بخش تولیدشون خوب نبوده، بخش مثلا منابعشون و معادنشون خوب بوده، بخش خدماتشون باز این مقدار رشد داشته، بخش اطلاعاتشون و خدمات مالیشون کاهش داشته و یه جوری بازار کار سرد میشه و این براشون خوب نیست. با اینا بیشتر دنبال این که مثلا چون اقتصادشون مصرفی است، دنبال اینن که این چرخ اقتصادشون بچرخه، یعنی مردم تقاضا کنه، چون روی جی دی بیشون خیلی تاثیر میذاره، بتونن برن سر کار تقاضا کنن، حالا مثلا برای اقلام مصرفیشون و اقلام دیگه‌شون. بخش بعدی که اومد، آماری که دیروز اومد چهارشنبه، بخش خدمات بود که خیلی برای مهمه. قبلش 52.4 بود، انتظار داشتن 52.3 بیاد، ولی این مقدار بهتر از انتظار اومد. بخش خدمات فعالیت خدماتیشون، فعالیت بیزینس‌هاشون هم مطابق انتظار اومد. بخش اشتغالشون یه مقدار بهتر از انتظار اومدش، ولی هنوز زیر سطح گیری 50 است. و بخش سفارش جدیدشون هم که بدتر از انتظار اومدش، یعنی میشه گفت که تقاضا فعلا یه مقدار واسهشون ضعیف شده و مهمترین بخششون میشه گفت بخش قیمت هاست که خیلی بهتر از، یعنی کمتر از انتظار اومد و این که میتونه برای ما خوب باشه، این که ریسکی فعلا از سمت تورم از سمت این قسمت فعلا احتمالا شاید توی یکی دو ماه نداشته باشیم. اینو حتما بهش فدرال توجه میکنه، چون اقتصاد آمریکا خدمات محوره و بخش خدمات کلا اقتصاد آمریکا میچرخونه، این بخش خیلی کلیدی هم هستش. این چون کمتر از انتظار اومد خیلی بهتر بود، خیلی خیلی خوبه، این خبر خوب میتونه باشه. همین بود که بازار انتظار کاهش نرخ بهره از 85% نزدیک 90% الان قیمت بود، یعنی پیش بینی کرده، می‌بینید که الان نزدیک 90% کاهش نرخ بهره در نظر گرفتن. حالا جزئیاتش رو با هم ببینیم. جزئیات بخش خدمات رو می‌بینید که فعالیت بیزینسی 0.2 بهتر شده، سفارش جدیدشون باز یه مقدار کم شده. می‌بینید که بخش اشتغال یه مقدار بهتر شده، یعنی آنچنان هنوز قوی نیست و بخش قیمت هم که خب نزدیک 4.6 کمتر از انتظار اومد، خیلی خوب بودش. کلی در نظر بگیریم می‌بینید که الان امسال کلا بالاتر از شاخص کلید 50 بوده و الان هم فعلا آنچنان ریسکی از سمت این ما فعلا نداریم و میتونه با ما خوب باشه. فعلا هم تاثیر داریم. بخش اشتغالش رو ببینیم. بخش اشتغالش می‌بینید که الان نزدیک بالا میشه که بعد سپتامبر مقدار بعدش بهتر شده، یه مقدار رشد کرده ولی آنچنان قوی نیستش، همچنان چون زیر سطح گیری 50 یعنی تا ژانویه و فوریه بالاتر از سطح 50 الان پایین‌تر از سطح 50 و این یه مقدار نگران کننده است و اینکه احتمال کاهش نرخ بهره مقدار تقویت کرد. خب سفارش‌ها رو می‌بینید که سپتامبر نسبت اکتبر مقدار بهتر شده، از اکتبر به نوامبر باز یه مقدار بدتر شده و هنوز بالاتر از سطح گیری 50 ولی یه مقدار می‌بینید که تقاضا ضعیف شده. و همچنین بخش قیمت‌ها رو ببینید که از اکتبر به این ور یه مقدار شتابش کنتر شده و این میتونه خبر خوب برام باشه. میگم از می به خاطر این اعمال تعرفه رفته بود بالاتر ماه می، ولی الان باز کمتر شد. و برای فردا جمعه ساعت 6 به وقت ایران هم حتما باید این آمار رو مد نظر داشته باشین، چون این شاخص ترجیح فد برای سنجش تورمه و حتما به این شاخص هم توجه داشته باشین. خب این از بخش اقتصاد کلام بریم سراغ بخش‌های بعد.